بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الإسلام، قبل از آمدن روز سید جمعه، روزی مبارک و برکت و روزی اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروزی جمعه و همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک و برکت پروردگارا. در این روزی سید جمعه گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور، خصوصا پدر و مادران گذشته ما را از ما خشنود خوشحال راضی بگردان. در این روزی سید جمعه پروردگار همه حاضرین با امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند. هر یکی امیدها و آرزوها و نیت‌های نیک دارند. پروردگار همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگار همه حاضرین را عمری درازی به دردی با برکت، کامیابی‌های دائمی، عزت و سعادت دارین نصیب و روزی بگردان. پروردگار جوانان ما را هدایت، توفیق ایمان، هدایت کامل نصیب و روزی بگردان. پروردگار کشور ما را همیشه آرام و آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایت و پناه خودت نگه بدار. پروردگار تمام بلا و فتنه ها را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگارا همه اون هموطنان ما که در مهاجرتی مهنتی هستند در خارج کشور، همگی را پروردگارا توفیق و ایمان هدایت کامل نصیب و روزی بگردان. در کسب و کار و رزق و روزی و مهنت و زحمتشان برکت و سال مغانم و با عزت و با احترام به نزد پیوندانشان بر بگردان. تمامی بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل، مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف، در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزی و اهل و خانوادهشان برکت دائمیت نصیب و روزی بگردان. خصوصا همه قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران الاسلام، موضوع موعظه امروز ما و شما درباره خودکشی هست. یعنی ببین اسلام خودکش را چی میگوید، چی حکم میکند به خودکش. خودکشی یعنی چیست؟ به خودکشی دست دادن، ناامید شدن از رحمت پروردگار است. بنده مومن در کدام حالتی که نباشد، در کدام سطح و صفت زندگی نباشد، باید امید از رحمت الهی داشته باشد. هیچ وقت بنده مومن باید که از رحمت پروردگار ناامید نشود. این یک طرف مسئله. طرف دیگر مسئله اولو خودکشی از مشکلی نجات یافتن نیست. خودکشی اولو بگید که خودکشی کنم من نجات بیابم، مشکلی ها برطرف شود نیست. خودکشی آغازی بدبختی هست، آغازی عذابی دردناک هست. چرا؟ به خاطر که در حدیث صحیح پیامبر علیه السلام میگویند که کسی اگر به خودکشی با کدام راهی دست بزند، پروردگار تا روز قیامت و دائم ابد به همون عذاب مبتلایش میکند. اگر با کردی باشد، با زهری باشد، با از جای پرتافتن باشد، به دور آویزان کردن خود باشد، به کدام نمودی خودکشی، به کدام نمودی عذاب خودکشی دست میزند انسان. هر انسان خصوصا مسلمان خدا نشان ندهد، خداوند عزوجل تا روز قیامت اون خودکش رو به همون عذاب، زهر باشد با زهر میخورد و عذاب میکشد و میسوزد، زهر میخورد و عذاب میکشد و میسوزد و عذاب میکشد، یا که آویزان کرده باشد دائم خود رو آویزان میکند و در عذاب ابدی میماند. چرا در عذاب ابدی میماند؟ و خاطری که از رحمت الهی ناامید می شود، مثل شیطان. ولی شیطان هم ناامید است. برای همین هر چی که از دستش می آید، با تمام توانش همیشه وسواس میکند
دیگران رو میخواهد ناکام کند، بدبخت کند. حالا این انسان میخواهد خود رو بدبخت و ناکام کند، یا اینکه به جان خود قصد میکند. حالا ببینید رحمت الهی چقدر وسیع است. این همه پرنده ها و جوک و جندار و این همه لایکایی که داخل زمین و همه رو ریزق میدهند. همین ریزق روزی دارند، زندگی دارند، زندگیشان میگذرد. همون سنبقه بیچاره که با همون آرامی و با همون سستی و با همون کرختی حرکت میکند، همون هم زندگیش رو میابد، روزش میگذرد. یعنی هیچ وقت یا که بگیم به خودکشی دست نمیزند. پروردگاری که تمام این مخلوقات رو رزق روزیش رو میدهد، همه این روزشون میگذرد، و چرا انسان یا مسلمان رو رزق روزیش ندهد، یا اینکه این مشکلی ها رو در عوض این مشکلی خیر برکت زیادی ندهد؟ هیچ ممکن نیست. شما دیدید کدام شبی رو که روز نداشته باشد؟ هیچ شبی به روز نمی شود، هیچ تاریکی به روشنی نمی شود، هیچ شبی به صبح نمی شود، به نور نمی شود. آخرت شب تاریکی نور است، روشنایی است، حرکت است، زندگی است. حالا بیماری باشد، مشکلی باشد، هر چی که باشد میگذرد. مشکلی های زندگی هم به مانند بیماری هست. حالا انسان به یک بیماری مبتلا میشد، اون شفا دارد، مهلت دارد، وقت دارد، یک وقتی معین باز اون بیماری میگذرد. همین ما شما همینجا نشستگی چقدر چند بار بیمار شدیم، یعنی خیلی وزنین و سنگین، لیکن پروردگار شفا داد. خب حالت وزنینی زندگی هم به مانند بیماری هست، مشکلی یا زندگی به مانند بیماری هست. ولی پروردگار میگوید که استعیذ بالله فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. هیچ وزنینی به سبکی نیست. پروردگار میگوید که من هر وزنینی که بالایت آوردم یا در زندگی بالایت وزنینی آمد، این رو انیق بودم که در عوضش من چند برابر باز یعنی چی آسودگی ها میدیم. فإن مع العسر یسرا. حالا العسر یعنی الف لام دارد، گراماتیک زبان عربی ده، یعنی معروف و معین، یک مشکلی معین. بعد یسر نکره هست، به الف لام هست، یعنی این معنی را دارد که هر یک مشکلی معین چندین آسودگی ها برایت میارد. بزرگان اسلام، دانشمندان اسلام گوه میدیدن که یگون مشکلی بالای سرشون یا در زندگیشون مشکلی نمی آمد، یعنی غمگین میشدن، حتی میترسیدن که چرا این مشکلی نیامد، چرا انتظار میبودن، به خاطر که عمیق ایمان داشتن که این مشکلی برای من چندین آسودگی ها و اجر و پاداش و خیر و برکت زیادی میارد. حالا طرف دیگری مسئله برادران اهل اسلام، ما در حیات امتحان قرار داریم. من در صحبت‌های پیشینه هم گفته بودم که 5 نمود حیات است. حالا این حیات دوم است و حیات امتحان است. حیات امتحان به مشکلی نمی شود، باید باشد این مشکلی. هیچ ممکن نیست به مشکلی. همون من گفتگی ها ثروتمندترین انسان مشکلی هایی که او دارد، حالا این میانه‌دار یا که کم بزاعت اصلا 10% و 5% را ندارد، 1% را ندارد، یا هر چقدر که بالا و منصب و دیگر وظیفه و دیگر بالا رفت، مشکلیش با همون حجم خودش است. اگر اون مشکلی های ثروتمندترین انسان رو بالای یک دهقان اگر بگذارن، میان این دهقان میشکنن. هر کسی رو موافق و مطابق به وزن و حجم خودش مشکلی های زندگیش هست. چرا چنین هست؟ بخاطر این حیات امتحان است. پروردگار امتحانت میگیرد. مهم اساس باید مسلمان در این امتحانات کامیاب شود. حالا نعمتت میدهم، نه اینکه مشکلی های زندگی ناکام میکند. بعضی‌ها برای مشکلی های زندگی یعنی ناکام و غمگین و سرسون و سرگردان و دیگر همیشه شکایت. نه، حالا بسیاری ثروتمندها رو میبینیم، حالا همین ثروتمند بودن هم انسان رو به بدبختی های زیاد میبرد، میرساند، مغرور میشود، بالاخره مغرور که شد ناکام میشود، پدر رو میرنجاند، مادر رو میرنجاند، اکدادر رو میرنجاند، دوستای
صمیمی رو میرنجاند، همه از او دور میشوند، نسبتش همه نفرت پیدا میکنند، همه نسبتش یعنی یک بدبینی، احساسی بدبینی با وجود میآید، بد میبینندش. ولی این ناکامی هست یا نیست؟ حتی از پروردگار دور میشوند، ولی این ناکامی هست. ولی دورندگی هم انسان رو ناکام میکنند. ناداری که حالا به این تقدیر الهی راضی نمیشد، اونم یعنی همیشه شکایت غم اندوه، همیشه در غم اندوه فرو میرود. برای همین دانشمندان اسلام میگویند که در این دنیای امتحان، در این حیات امتحان، در این زندگی امتحان، دو حالت بالای تمام انسانیت و خصوصا مسلمان هست. یکیش نعمت ها، نعمت سلامتی، نعمت علم یا نعمت فرزند، نعمت زن، خانه، نعمت یک کشور آرام و آسوده. این بزرگترین نعمت است. از ناآرامی کشور چقدر انسان ها درد و رنج کشیدند و میلیون ها آواره و سرسون و سرگردان از ناآرامی کشورشون. میلیون ها آواره و سرسون و سرگردان در گرمی ها و سردی ها و دیگر بدبخت و سرسون و سرگردان. وقتی که مسلمان در عوض هر نعمت شکر میگوید، این نعمت برایش با برکت می شود. پروردگار میگوید که استعیذ بالله ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. به شما نعمت دادم، اگر نعمت شکرانه نعمت من کردید، من این نعمتم رو برایتون با برکت میکنم. هر وقت انسان باید بگید که الحمدلله پای روان دارم، چشم بینا دارم، گوش شنوا دارم، سالم هستم. پیامبر علیه السلام میگه که وقتی که از خواب بیدار شدی دیدی که سالم هستی، آرام هستی، همین روزه خوردنت رو، لقمه همون روزه رو داری، مثل این که دنیا در اختیاری تو هست. ولی بیدار شوی بیمار باشی، بیدار شوی نارام باشی، بیدار شوی لقمه نباشد، برات عذاب است. مدامی که این هست شکرگزار باشه. باید یعنی اگر این همه باشد سالم باش، از خواب بیدار شدی سالم الحمدلله، خب لقمه همون روزت رو داری الحمدلله. این نیست که بسیار داشته باشی یا دیگر مهم اساس داشته باشی. مسلمان شاکر همونی هست که شکرگزار همونی هست که هر چی دارد ندارد، فعلا هر حالتی هستی همون رو شکر بگو، الحمدلله بهترین حال دارم. برای همین عمل رو غنیمت بدون، هیچ وقت ناامید از رحمت الهی نشوید. خودکشی یعنی ناامید شدن از رحمت الهی است و شیطان ناامید از رحمت الهی است، جهنمی هست. برای همینم حالا که خودکش ناامید از رحمت الهی می شود، خودکشی میکند، برای همین مثل شیطان در جهنم دائم باقی میماند. یعنی خودکشی نجات از مشکلی نیست، آغازی بدبختی هست که تمام عذاب و رنج و درد و جهنم رو میبیند. برای همین مسلمان هیچ وقت باید ناامید از رحمت الهی نباشد. هیچ وقت هر چقدر مشکلی بالایت آمد، وزنینی در زندگیت به وجود آمد، باید مسلمان باید بگوید که الحمدلله الحمدلله الحمدلله، هزار بار صبر و هزار بار شکر. این وزنینی ها برای من خیر و برکت دنیا و آخرت میارد. چرا؟ به خاطر اینکه پروردگار میگوید که فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. هر مشکلی چندین آسودگی ها و عزت و سعادت دنیا و آخرت برایت میارم. حضرت شیخ سعدی پیر معرفت رحمت الله علیه میگوید که خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت کشاید درهای دیگری. یک درت رو میکشد، 10 در دیگرت برایت میکشاید. اون پروردگار رحمتش چنان وسیع است که تمام اشیاء رو فرا گرفته است. برادران انسان دائم چه رفیق باشد، چه هم نشین باشد، چه همسایه. میبینید یک انسانی که خیلی لوچیده، پژمرده، ناامید، نصیحت کنید، دل برداری کنید، بزرگترین ثواب رو میکنید و روزی پروردگار رو به دست میارید. چه مرد باشد چه زن. ولی دیدید که بسیار آزرده است، ناامید است، بگید از رحمت خدا، هم لایتی، هم خدمتی که داخل لای است، پروردگار رو رزق میدهد. چرا تو از زیر رحمتش، چرا تو از رحمت الهی محروم باشی؟ چرا تو محروم شوی؟
هیچ کس از رحمت الهی محروم نمی شود مادامی که امید بر رحمت الهی کند. دعا کنیم پروردگارا همه گذشته ما رو در روز سعید، در روز مبارک، در روز اجابت دعا رحمت مغفرت قبرشان رو با نور رحمتت منور، روحایشان رو شاد بگردان. خصوصا پروردگارا همه اونهایی که استوهایی که مدتی هست در همه مسجدها، خصوصا این مسجد مهنت و زحمت و مبلغ گذارها و صاحب کارهایی که مبلغ گذاری ها کردند و کرده ایستادند و میکنند، پروردگارا در عوض این همه برایشان عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. پروردگارا همه این حاضرین که نیکی ها و خیر احسان ها و همیشه عمل های صالح کردند و نیت دارند، در این نیت هایشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگارا همه ما را از بندگان صالح، از بندگان نیک، از بندگان نکوکارت قرارمان بده. همیشه عمل های صالح و نیکی ها و نکوکاری ها نصیب روزیمان بگردان. همه ما را مفید برای خود و پدر و مادر خود و فرزندان خود و اهل و خانواده خود و برای وطن و کشور و جای زیست خود مفید و منفعتناک بگردان. پروردگارا هیچ نشود که از ما کسی ضرر ببیند. پروردگارا هرگز نشود که از ما کسی ضرر ببیند. پروردگارا هرگز نشود که به کسی ما ظلم کنیم. پروردگارا همه ما را مفید و منفعتناک بگردان. پروردگارا کشور ما را همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. همه حاضرین که دست امید به سوی خودت برداشتند همگی را به مقصدهای عالی و نیتهای نیکشان برسان برحمتک یا ارحم الراحمین.